خیلی‌ها دنبال دارو و آمپول و جراحی لاغری هستن بدون اینکه ببینن اصلا براشون مناسبه یا نه. واقعیت اینه که لاغری یه مسیر مشخص داره که باید مرحله جلو رفت. امروز میخوام بهتون بگم که ترتیب درستش چیه و کی باید سراغ آمپول و دارو یا حتی جراحی رفت. سلام، من شایسته هستم، متخصص تغذیه و رژیم درمانی. تو این کانال میخوام بهتون یاد بدم که چجوری اصولی لاغر بشید بدون اینکه بدنتون رو به خطر بندازید. مرحله اول رژیم و ورزشه. اولین و مهمترین قدم برای لاغری رژیم غذایی درست و ورزش منظمه. تقریباً 80% موفقیت توی لاغری به رژیم شما برمیگرده. مثلا شما اگه 1 ساعت هم برید بدوید حدود 500 کالری میسوزونید که مساویه با مثلا کالری یه دونه چیپس. پس تا زمانی که شما تغذیه‌تون رو درست نکنید و عادات درست غذایی تو خودتون شکل ندید، هیچ دارو یا روشی اثر موندگار نداره. حالا میریم سراغ مرحله دوم که همون داروی آمپول لاغریه. خیلی از همون اول میخوان برن سراغ آمپول لاغری، سریع میخوان لاغر بشن، ولی درستش اینه که یک سری شرایط خاص هست که میتونید از این آمپول ها استفاده کنید. مثلا چه شرایطی؟ فردی بارها تلاش کرده، رژیم گرفته، ورزش گرفته، ولی حالا به خاطر مثلا افت متابولیسم یا مثلا پرخوری عصبی که دچارش شده نتونسته، یا هم که شرایط خاص، بیماری‌های خاصی هم رو با اضافه وزنش گرفته، مثلا دیابت نوع 2 داره، تنبلی تخمدان داره و کبد چرب داره که تو این شرایط با نظر پزشک برای اینکه سریعتر وزنشون بیاد پایین و شرایط بیمارشون کنترل بشه تجویز میشه براشون. پس صرفاً گول تبلیغات اینترنتی و یا مثلا نظر فلان دوست و آشنا رو نخورید. حالا اگه میخوام بگم آمپول لاغری برای چه کسایی مناسبه، اول اینکه BMI زیر 35 داشته باشن و مثلا فاصله شون تا وزن ایدئال مثلا 10 تا 15 کیلوگرم باشه و یا همونطور که گفتم بیماری خاصی داشته باشن. ببینید ولی یادتون باشه شما حتی بعد از استفاده از آمپول باید سبک زندگیتون رو به کلی عوض کنید وگرنه اون وزنه برمیگرده. پس باید اصلاح سبک زندگی انجام بدین. به عنوان نکته آخر واسه آمپول ها هم اینو بگم که یک سری عوارضی دارن، عوارضی که هنوز خیلی هاشون رو ما خبر نداریم، مگه چند سال هست داره از این داروها استفاده میشه. مرحله سوم جراحی های لاغری هستن، خب مثلا اسلید یا بایپاس معده. ببینید این دیگه آخرین مرحله است که مثلا فرد BMI بالای 35 داره یا بیماری های جدی مثل دیابت نوع 2، فشار خون بالا، کبد چرب داره که اینا خیلی پر ریسک هستن و پزشک بهشون توصیه میکنه که شما جراحی رو امتحان کنید. و مهمه که بدونید بعد جراحی هم شما باید همچنان به رژیم و ورزش ادامه بدین وگرنه اون وزنی که از دست دادین بعد 2 سال 1 سال احتمال داره که برگرده. عوارضش هم که خب خیلی زیاده، واسه فرد به فرد متفاوته. حتما قبل جراحی خیلی بهش فکر کنید چون واقعا تصمیم گیری مهمیه. حالا شما به من بگید تا حالا تجربه کدومی که از این مراحل رو داشتین؟ حالا چند بار تا حالا رژیم گرفتین؟ تجربه جراحی لاغری رو داشتین یا نه؟ آمپولای لاغری که الان خیلی رایج شده رو داشتین یا نه؟ توی کامنت ها برام بنویسید، من حتما جواب میدم. پس ببینید لاغری 3 مرحله داره. اول رژیم و ورزش، بعد هم داروهای لاغری در شرایط خاص، بعد در مرحله آخر هم در موارد خیلی جدی با نظر پزشک جراحی لاغری هستن. اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک کنید تا افراد بیشتر این ویدیو رو ببینن. سابسکرایب یادتون نره. توی ویدیوهای بعدی میخوام دقیق‌تر هر کدوم از این مراحل رو بهتون توضیح بدم.